از ورزش میایم بیرون، میریم تو مذهبیامون بدتر از ورزش. از مذهبیا و ورزشیا میریم تو سیاسیونمون، اون که دیگه افتضاح. چقدر اختلاف. بعدم ای کاش دعوا سر مردم بود. متاسفانه این سیاسیون دعوا با هم میکنن، سر لحاف مولا نصرالدین دعوا میکنن، سر قدرت دعوا میکنن، نه سر خدمت به مردم. اینا اونا رو دزد میکنن، اونا اینا رو دزد میکنن. و ما مردم چقدر بدبختیم که هر 4 سال یه بار دوباره اشتباه میکنیم. خب تو این 37 سالی که انقلاب شده، مملکت یا دست چپیا بوده یا دست راستیا بوده. دوباره میدید به اینا، دوباره به اینا رأی میدید. اینا چه گلی ریختن تو این چند سال سر مملکت؟ اینا جمعش دعوا دارن با هم میکنن که دوباره گول میخورین، دوباره سرتون شیره میمالن. دیگه نه به چپی رأی بدید نه به راستی. یه عده که قومیگری میکنن، لر باید بره، ما لریم به لر رأی میدیم. با بیا ما ترکیم به ترک، با لر و ترک نداره که یه آدم حسابی بفرستید تو مجلس تا به داد این مملکت برسه، یه عاقل بفرستید. نه، باید حتما کرمونی باشه. کرمونی اصفهانی که نداره که. هر کس که لیاقت داره، شعور داره، تخصص داره، میتونه به داد این مملکت برسه، به او رأی بدید. چقدر کلا گذاشتن سر ما سیاسیون تو این چند سال؟ کدوم گره روا کردن جز این که فقط به فکر حزب خودشون بودند و دارا دستهای خودشون؟ مردم چند بار چوب میخوری. سیاسیون ما قابل اعتماد نیستن. اگر بودن این وضع مملکت ما نبود، این اقتصاد ما نبود، این زندانهای ما نبود، این آمار طلاق ما نبود، این فقر تو جامعه ما نبود. این اگر پولا رو خرج این مملکت میکردن، باید کف هر خیابون و کوچه ای رو خشت طلا بکنن. مگه ایران نداره؟ با این همه معدن، با این همه دارایی، پولا کجا میره؟ خرج چی میشه؟ کجا میره؟ این اختلافات است که بدبخت کرد این مملکت و بیچاره کرد این ملت رو. و تا حرف میزنی 1000 تا هنگ به آدم میچسبونن. بر جد آباد ضد انقلاب لعنت، و بر جد آباد دروغگو هم لعنت، بر جد آباد سیاسی بیدینم لعنت، بر آب و اجداد اون کسی که میتواند به داد این مملکت برسد و نمیرسد لعنت. فقط به ضد انقلاب لعنت نه، به تویی هم که رئیس شدی و هیچ قدمی بر نمیداری، بر تو هم لعنت. این همه کارخونه داره بسته میشه، این همه کارگر بیکار. اختلافات شما پدر مردم در آورد. اختلافات شما زنهای شوهردار رو به فحشا کشید. اختلافات شما بیچاره کرد مردم رو. با امید مردم بازی کردید، با دین مردم بازی کردید. دست بردارید.